آقای حسینی، چرا دکتر عبدالله تصمیم گرفت در افغانستان بمانه و وای چرا در مقامات دوم در برابر طالبان سهم نگرفت؟ خب دکتر صاحب عبدالله انسان خوش اخلاق هست، انسان پاک هست. پاک از لحاظ نظافت میگم، پاک آدم نظیف است. ولی او فکر کرد که من در افغانستان بمانم، اینجا انتخابات میشه و من پس حداقل دو کس در افغانستان ارمان به دل از این دنیا میرن، یکی آقای دکتر عبدالله، یک آقای حکمتیار. او هم کشته مردی رئیس جمهور یا زعیم ملت افغانستان میمورن و دکتر عبدالله یکی چرا در کنار مقاومت نبودن و همیشه در کنار قهرمان ملی بودن و ای باید سهم میگرفت و ای با ای پوزیشن هم که رسیده از برکت قهرمان ملی رسیده. اما متاسفانه که فعلا در کنار طالبا هست، گرچه که طالب اگر هندم میره با اجازه طالب میرن، چرا شرایط مساعد کنن که در افغانستان بمانن. اینا و آقای کرزی اینا گفت ما باشیم، باز همون ملکی است و خانی است و ما هستیم و باز ما عکس میچسبانیم که ما کاندید ریاست جمهوری هستیم. ولی فعلا شرایط برای دو طالبی تصدیق کردن که اگر قرین هم کسی میای با استخبارات و سیک خبر باشه که امروزی با کی ملاقات میکن. اونا مرگ تدریجی دارن. اونا و مظلمه ملت مظلوم افغانستان پشت سر دو کسایی هست که توانایی کار داشت، خدمت داشت، زمینه مساعد بود برای خدمت کردن، اما متاسفانه اینا نتانست و نکرد.